بسم الله الرحمن الرحیم. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم مهربانی میکنند که کسی که در ساخت و ساز و اعمار مسجد سهم بگیره، الله متعال در روز آخرت خانه برای او در بهشت بنا میکنه. دوستان عزیز، جای افتخار است که یک بار دیگه در یکی از ولسوالی های دوردست ولایت فاریاب، ولسوالی دولت آباد، قسمی که شما می‌بینید هم حفر چای آب است و هم یک باب مسجد اینجا در حالت ساخت و ساز است. اعضایی که سهم گرفتن در این امر خیر، الله متعال اونو اجر و پاداش بده. هموطنان ما در ولایت دولت آباد، ولسوالی دولت آباد ولایت فاریاب با مشکلات زیاده. هم از قبیل شما نگاه میکنین دیگه، دوستای ما در بیرون صحن مسجد نماز میخوانند. شما تصور کنین که اگر هوا سرد باشه، الحمدلله آب هوا خوب است، هوا سرد باشه، بارندگی باشه، واقعا خیلی مشکل است که از یک طرف قلت آب، از یک طرف جای مناسب به خاطر نماز خواندن نباشه. هموطنان ما با مشکلات روبرو بودن. ولی ما افتخار داریم که در کنار عزیزای خود در هر ولایتی که نیازمندی احساس شود ما در کنار اونا هستیم. چای آب حفر شده و در دسترس میهنان عزیز ما قرار گرفته است و مسجد هم در حال ساخت و ساز است. انشالله تا چند ماه شاید یا کمتر از او انشالله کارش تکمیل شود. با یکی از عزیزان در این منطقه صحبت میکنیم. میشه که در ارتباط به اینکه چقدر نیازمندی احساس میشد در منطقه دولت آباد که باید یک باب مسجد اعمار شود، همچنین یک حفر چای آب شود، چقدر مردم نیازمند بودن؟ اینجا 70-80 خانه اینجا آب نیازمند داشت، مسجد لازم داشت. اینجا خیلی مشکل بود، مسجد دور بود. اینجا بسیار تشکر میکنم با خواهش میکنم الله متعال انشالله به شما هم خیر نصیب کنه بابت از اینکه زمینش حداقل شما وقف کردین بخاطر کار خیر. به خیر استفاده کنین. تشکر از شما. زنده باشین. دوستان عزیز، روند ما این کار ادامه داره. انشالله شما هم در امر خیر حتما سهم بگیرین تا طبق فرموده از ما تا کمتر از یک ماه انشالله این مسجد با بهره برداری سپرده میشه. فراموش نکنید، یک بار دیگه تکرار میکنم که کسی که مسجد را بنا میکنه، رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم وعده سپردن که الله متعال در روز آخرت در بهشت برش خانه قصر آماده میسازه. و سلام علیکم و رحمت الله.